معنای شرک این است. حالی که فهمیدیم که توحید الله ضد شرک است و شرک چی را میگه؟ که با الله جل جلاله کسی دیگر را بپرستی یا خود عبادت بکنی، مثل که الله را عبادت میکنی. عبادت از چی چیز مرکب شده پشتی سر تشریح میکنه انشاءالله در این کتاب میاد. در عبادت 4 چیز است: محبت کامل، عاجزی کامل، طمع، امید داشتن و ترس داشتن. اگر ترسی که از الله داری از کسی دیگر به اون مقدار داشته باشی، این پرستش از اوست. اگر طمعی که به الله داری از کسی دیگر مقدر طمع داشته باشی، پرستش هم مخلوق است. اگر محبت به اندازی که به الله داری با کسی دیگر داری، در حق تو پرستش میکنی. اگر عاجزی و تذلل برای الله داری، اما قدر عاجزی را برای غیر الله داشته باشی، پرستش از او کرده. و پرستش کردن غیر الله شرک است. او را در عبادات شریک الله بگردانی. عبادت ها عام است. اگر دعا است، اگر نذر است، اگر روزه است، اگر نماز است، همه گپ است. در دیار ما و شما سجده عبادت است، برای الله است، تو میگیری به غیر الله میکنی. رکوع عبادت است برای الله، قیام عبادت است برای الله، نظر عبادت است برای الله، تو میگیری به مخلوق میکنی. در این صورت تو شرک ورزیدی. و شرک اینی بود، اینی سرنوشتش بود، اینمی گناهش بود. ما وقتی که مفهوم شرک دانستیم، میدانیم که ملت ما چقدر در شرک مبتلا است و چقدر یاد درگیر است با اینمی مسائل، که در حالی که نمیدانه او به نیت توحید میکنه اما حقیقت شرک است. مشکل اینجاست. چرا؟ به خاطری که کلمه شهادت مفهوم و مقصدش نخوانده. عالم برش تفسیر و تشریح نکرده که تو داخل اسلام شدی کلمه شهادت اینی مفهوم و مطلبش بود. امروز اگر کسی اینمی مفهوم بیان میکنه به مردم قطعش دشمنی میکنه. سالا طبیعتش در شرک چی شده؟ عادت شده. محبت اینمی مخلوق پرستی در قلبش جا گرفته، ولی که تو گپ میزنی خلاف طبیعتش است. لیستی تو را چقدر. وگرنه من خو میگم که کسی را دعوت به سوی توحید میده، از پدر کدن برش بیشتر است. از پدر کدن. چرا؟ پدر خودتنو تعمیر جسمی تا میکنه، تو را تربیه میکنه، همه چیز برات مهیا میکنه، بقای زندگی تا تضمین میکنه که ما یعنی اما لباس و خوراک و جای اما گپایت باشه. اما اینمی استازی که تو را دعوت به سوی توحید الله میده، تو را از جهنم تلاش میکنه که از جهنم نجات پیدا بکنی. قدر و منزلت این طور شخص بعد تو بدانی که چقدر است. اما امروز برعکس است. همینطور عالم مردمونه چی میکنه؟ دشنام، بدگویی، متهم، رقم القاب سرش میمونه. اما او عالمی که سالایی را در تاریکی نگاه کرده، در شرک دعوت داده شد، دیگه هم خوب پخته کرده شد در شرک، او قابل قدر است، او قابل عزت است پیش ازی. اما او عالمی که سالایی را در تاریکی نگاه کرده، در شرک دعوت داده شد، دیگه هم خوب پخته کرده شد در شرک، او قابل قدر است، او قابل عزت است پیش ازی.